سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز تکنوسوکت. در این جلسه میخوایم به شما یاد بدیم که چطور تشخیص بدید سوزن انژکتورتون قطعا خراب شده یا نه قابل تعمیره. چون قطعا دیده شده که شما رفتید تنظیم موتورتون حالا ریپ زده، طرف اومده سوزن‌ها رو گذاشته زیر دستگاه تست انژکتور و مثلا گفته یکی از سوزن‌هاتون پاشش نداره و باید عوض کنید. همونطور که میدونید سوزن انژکتور در حال حاضر که ما داریم این کلیپ رو رکورد میکنیم بسته به نوع مارک و برند از 300-400 تومان شروع میشه تا دونه 700-800 هزار تومان و تقریبا یه قطعه گرون قیمت. خب حالا به فرض مثال طرف 4 تا سوزن شما رو تست کرده و یکی از سوزن‌ها پاشش نداره. حالا خودتون از کجا میخواید مطمئن شید که قطعا این سوزن خرابه و دیگه نمیشه ازش به هیچ عنوان استفاده کرد؟ ما اینجا از طریق دستگاه تستر انژکتور و اومتر این تست رو واسهتون انجام میدید. خب عموم مردم که تستر انژکتور ندارن ولی با اومتر هم روش کار رو به شما یاد میدیم که دیگه خیالتون راحت باشه. ما اینجا از چند نوع سوزن سوخته کار کرده و آکبند استفاده میکنیم تا تفاوت‌ها رو بهتون بگیم و کاملا متوجه قضیه بشید. خب در درجه اول این سوزن رو میایم تست میکنیم که ببینیم مقاومتش رو چند. از همکارم میخوام مانیتور رو نشون بده. خب سوزن انژکتور شماره اول مقاومتش روی 12. خب حالا میایم روی اومتر رو روی حالت تست اوم قرار میدیم و پایه ها رو متصل میکنیم به پایه های سوزن انژکتور. حالا صبر میکنیم تا اوم رو به ما نشون بده. 11 و 6 حدود 11 و 7. این مقدار تفاوتی که روی دستگاه تستر انژکتور با اومتر دیدیم به خاطر خطای تلرانسی خود دستگاه است و خیلی مهم نیست. همون حول و حوش نشون بده قطع به یقین ما متوجه میشیم که سوزن خرابه یا نه. حالا این 4/10 که اختلاف ناچیزیه با اون اختلاف داشت که خیلی مهم نیست. اون 12 بود و اون 11 و 6. حالا میایم یه سوزن دیگر رو تست میکنیم. همونطور که میبینید هیچ پارامتری نشون نمیده. این یعنی اینکه سیم پیچ سوزن ما به کل سوخته و خراب شد. سیم پیچ بوبین داخلی. حالا بیایم اومش هم میگیریم. همونطور که میبینید اختلاف مقاومتی بسیار زیادی داره با اون سوزنی که سالم بود و شما از این طریق میتونید تشخیص بدید که سوزن انژکتورتون قطعا خرابه یا نه. حالا مثلا شاید بیاید بگید خب ما از کجا بدونیم که مقاومت سوزن سالم چقدره؟ اصلا کاری نداره. شما وقتی که یکی از سوزناتون خرابه، مثلا 3 تاش سالمه، میاد مقاومت اون 3 تایی که سالمه رو میسنجی. مقاومتشون معمولا توی رنج و یه هولوشه و اون سوزنی که به لحاظ مقاومتی خیلی بالاتر یا پایینتر از اون رنج 2 تا یا 3 تای دیگه که سالمه بود، بفهمید اون سوزنی که تفاوت بسیار زیادی با اونای دیگه داره خرابه. حالا ما میایم مقاومت 2 تا سوزن آکبند که استفاده نشده و از تو جعبه در اومده رو میخوایم براتون تست کنیم. دیگه نیازی به دستگاه نیست چون اینا کاملا مطمئنیم که سالمه. فقط میخوایم روی اومتر مقاومتش رو چک کنیم. .14 و 3 مقاومت این سوزن انژکتور ماست. حالا سوزن بعدی این یکی هم 14 و 7 14 و 6. همونطور که دیدید رنجشون توی حد و حدود. پس ما مثلا میتونیم تشخیص بدیم که به فرض مثال این 2 تا سالم اوکی و اون یکی که مثلا خیلی تفاوت فاحشی داشت میتونیم مثلا بفهمیم این خراب بوده، سوخته.
با تشخیص اومتر. حالا بعد از اینکه تست اومی گرفتید میخواید که چک کنید آیا واقعا قطع و وصل میشه یا نه. میاد یه دونه از این سوکت ها، سوکت بوق همه کاره بهش میگن، به این شکل در میارید. من با سیمچین دورشو چیدم. سیم منفی مثبتش رو به یه آداپتور گوشی موبایل میتونید متصل کنید. میتونید برید از بازار یا آداپتور گوشی از این گوشی‌های نوکیا تهیه کنید، سیماشو بچینید و دو سر سیمش رو به این سوکت وصل کنید. زمانی که شما آداپتور رو برق میزنید، بعد از اینکه تست اومی گرفتید و متوجه شدید اون مثلا سوزنی که پاشش نداره، میبینید به لحاظ اومی با اون ستای دیگه که سالم بودن یه اوم داره و به لحاظ سیم پیچ ممکنه سالم باشه. واسه اینکه خیالتون راحت باشه قطعا کار میکنه، میاد این وقتی آداپتور رو زدید تو برق، این سوکت رو میزنید سر پایه این، یه صدایی مثل تیک تیک ساعت از تو این باید بشنوید. یه بارم وصل میشه، در بیارید دوباره اینو وقتی جا بزنید یه تیک ریزی میکنه. این نشون میده که بوبین توش هم داره دریچه پاشش رو باز و بسته میکنه. اومش هم با اون دو ستای دیگه یکیه. پس چرا نمیپاشه؟ به خاطر جرم، توشو جرم گرفته. با یه سری مواد مخصوص که توی آموزش‌هایی در آینده بهتون میگیم که چی کار کنید و یه سری حرکات هست که کاملا تجربی ما به دست آوردیم که باید به چه صورت این کار رو انجام بدید تا انژکتور آزاد کنه رو بهتون یاد میدیم. اما یه مرور دیگه میکنیم. پس چی شد؟ زمانی که اون انژکتورتون که نمیپاشه، اگه به لحاظ اومی تفاوت بسیار زیادی با اون دو ستای دیگه که سالم بودن داشت، اون انژکتور دیگه باید کلا ازش قطع امید بشه چون بوبینش سوخته. اما اون سوزنی که نمیپاشه، اومدید چک کردید به لحاظ اومی با اون ستای دیگه تقریبا توی رنجه و اومدید برق هم بهش متصل کردید و اون صدای تیک باز و بسته شدن دریچه پاشش توش هم شنیدید، اما نمی پاشه، قطعا جرم گرفته و قابل تعمیره. نرید سریع یه دونه سوزن بیارید بندازید روش. حالا میدونم متاسفانه خیلی ها تعویضکار شدن و به محض اینکه سوزن نمی پاشه میگن برو یه دونه بردار بیار بندازیم روش، دیگه فکر جیب مشتری اون نمیکنن. متاسفانه اینا رو بهتون ما آموزش میدیم تا خودتون قبل از تعویض کامل قطعه یه چک بکنید و خیالتون راحت بشه که آیا قطعه دیگه باید کلا تعویض بشه یا نه، جای تعمیر داره. ممنون که تا آخرین کلیپ رو با من همراه بودید. تا آموزش‌های دیگه، خداحافظ.